سلام، هانا هستم از جرمنی. امروز میخوام براتون نور شیرمال گردویی درست کنم. ابتدا میرم سراغ مواد لازم. خب مواد لازم: 4 تا لیوان آرد دارم، مقداری نصف لیوان شکر دارم و یک نصف لیوان من خمیر مایع درست کردم با آب گرم، مقداری زعفران دارم، مقداری من گردو و شکر هل آماده شده که از قبل آماده کردم دارم، 3 دونه تخم مرغ دارم، کره دارم، شیر دارم، تخم گشنیز دارم، زردچوبه دارم و مقداری بیکینگ پودر و وانیل که من ابتدا شروع میکنم. خب عزیزان، در ابتدا من دستورالعمل این شیرمال رو قدم با شما میرم جلو. امیدوارم که از این شیرمال خوشمزه امروز لذت ببرید. من اول میام خمیر مایعی که درست کردم و میریزم این تو. بعد تخم مرغامو میشکنم به راحتی، هیچ مشکلی نداره. در ابتدا من زرده این تخم مرغ رو نگه میدارم چون اینو برای روی شیرمال نیاز دارم، ولی اینجا شد 2 تا تخم مرغ کامل به اضافه 1 دونه سفیده و من این زرده رو اینجا نگه میدارم. بعد شکری که گذاشتم و میریزم داخلش. من همه این کارا رو با هم انجام میدم. وانیل رو میریزم، بیکینگ پودر رو میریزم، کمی زردچوبه میریزم، کمی تخم گشنیز میریزم. فقط میخوام یه حالتی که بیاد زیر. کمی شیر میریزم و مخلوط میکنم. این شیرمال خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. عزیزانم، ما اینجا مقداری خمیرمون یه مقدار شل شد و همیشه شما به اندازه یک ظرف کوچیک آرد کنارتون باشه. من این آرد رو مخلوط کردم چون نیازه، چون ما یه مقدار خمیرمون رو باید ورز بدیم. اینجاست که در ابتدا من باید مقداری کره بریزم و البته با روغن حیوانی هم میشه درست کرد، ولی من بیشتر با کره این کار رو انجام میدم. و اینجا الان دیگه دستای خودم اینجا باید عمل بکنه، چون من باید اینو ورز بدم عزیزانم، ورز بدم و ورز دادن خیلی مهمه، خیلی مهمه که ما خمیرمون چجوری آماده بشه.
خمیر رو به اندازه ورز میدیم که دیگه میبینید به دستتون نچسبه و همینجور که ورز میدیم میذاریم به مدت 1 ساعت آماده بشه که بعد بتونیم نون شیر مالامون رو درست کنیم. خب عزیزانم، وقتی خمیرمون آماده است ما سرشو میبندیم و یک پارچه هم میندازیم روش که خمیرمون گرم بمونه به مدت 1 ساعت که خمیرمون 2 برابر بشه. تا بعد میبینمتون. خمیر رو چونه کردم به این شکل. میریم تا مرحله بعد رو انجام بدیم. خب بعد از مراحل چونه کردن اصولا من 10 دقیقه چونه ها رو گذاشتم و یک پارچه گذاشتم روش که بیشتر ورز بیاد و الان اولین چونه رو برداشتم توی دستام به این شکل. کمی باز میکنم بله، چون میخوام موادی که از قبل آماده کردم و توش بریزم. حالا به این شکل پهنش میکنم اینجا و این شکلی نشونتون میدم. خب من میتونم برای روش خیلی خوب. الانم با زعفران و کمی شیر و یه دونه زرده تخم مرغی که از قبل نگه داشته بودم حالت شیرمال روشو میکشم که اون شیرمال ما خوش رنگ در بیاد. من اینجا از تخم قرفه استفاده میکنم چون کنجد نداشتم. خب این مرحله اول نون شیر مال ما بود. خب عزیزانم، این الان آماده شد. این کلوچه های ما آماده ای که تو فر گذاشتن. اینم بهتون بگم که من فرمو 1 رو به پیش به دمای 180 درجه گذاشتم که گرم بشه و به مدت 20 دقیقه من این کلوچه شیرمالامو وسط قرار میدم که پخته بشه. خب نون شیرمالای ما آماده شد و امیدوارم که شما نون شیرمالای خوشمزه رو درست کنید، بخورید و لذت ببرید. تا برنامه بعد شما رو همه به دست خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.